در زمان نهم هجری که بعد همین 1 سال و 4 ماه پس حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دنیای فانی را پدرود گفتند، مسیلمه کذاب از طرف یمن آمد پیش حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوا کرد ایمان میارم، شرط گذاشت، گفت که من به تو ایمان دارم، ایمان میارم به شرطی که تو مردم را اعلام کنی که اینم پیغمبره. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ای گمراه، ای پلید، که این پیغمبری، این رسالت امانت خداوندی است که این ای حضرت آدم سر کرده در من، که حضرت خداوند جل و علا این رسالت در من ختم نمود، بعد این تا روز قیامت دیگر پیغمبر نمی شود. لیکن بعضی مورخین میگه در دست حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک خرمای چوب قاق شدگی بود. گفت که ای نجس، ای پلید، اگر تو همین رو طلب کنی و من بوده، همین رو من به تو دادن حق میشم. خلاصه اون